خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر داد که بعد چندین ساعت زدوخوردهای خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دو جانب در مورد آتش بس به توافق دست یافتند. مذاکرات طرفها در دیدبانگاه روا در مرز تاجیکستان با ازبکستان دایر شده است. در خبر گفته می شود که در پس منظر ناآرام شدن وضع در مرز قرقیزستان و تاجیکستان برای به اعتدال آوردن وضع در دیدبانگاه‌های گمرکی روا در سرحد تاجیکستان و ازبکستان گروه‌های کاری وارد گفتگو شدند. جانب تاجیکستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک سایمومین یتیموف و جانب قرقیزستان را قمچیبک توشیف رئیس امنیت این کشور راهبری نمودند. در ملاقات همزمان وزیران کارهای داخلی دو کشور، رئیسان ولایت سوخت تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان شرکت ورزیدند. ضمن گفتگوشنی جانب‌ها پیرامون ضرورت اعلان آتش بس اظهار نظر کرده در نهایت به موافقه رسیدند که آتش بس اعلان کرده شود.